این داستانی که میگم همه فکر میکنن اتفاق برای همسایه است. یارو گفته شهدا گفته دود معلول وجود نداره. آره گفتش که من با دکتر صحبت کردم، گفته که آسیب نخاعی دیدی. گفتم آسیب نخاعی دیگه چیه؟ گفت یعنی که دیگه نمیتونی راه بری. سلام، برای عکس یوتیوب سوال اقتصادی هستم. آقا اول از همه میخوام از همتون تشکر کنم برای 40,000 تا شدن و 100,000 تا شدن تو اینستاگرام، حالا خیلی نزدیکه. دوما مرسی از پوریا که اومده اینجا با همین ویدیو بگیریم. پوریا تصادف کرده و ستون فقراتش ضربه خورده و کنترلش رو از وسط قفسه سینه به پایین کاملا از دست داده و این موضوع خیلی واسه من خفنه، چون همون یه ماشینی و پوریا سیمش قطع شده. بعد به خاطر اینکه تکنولوژی احمقانه رو ما نداریم هنوز، پوریا بعد این زجر رو الکی بکشه، یا نمیخوام بهش بگم زجر، مثلا کلا این ویدیو راجع به همینه. من زجر نمیبینم، یه انگار نمیدونم چجوری زندگی بازی عوض میشه دیگه. مثلا بگو حالا مثلا لولت میشه هارد. چون من مثلا یه دفعه دست راستم داغون شد، بعد دستم رفت توی گچ، بعد برای 3 ماه دست راست نداشتم. بعد با دست چپ یاد گرفتم بنویسم، با دست چپ یاد گرفتم مثلا سوشی بخورم، با دست چپ یاد گرفتم در باز کنم. مثلا یادم برام سخت بود در باز کنم، در نمی‌تونم بچرخونم، انگشتام زورشو نداشت. بعد از در بود که میچرخه خیلی برام عجیب بود. بعد یه دفعه یه آقای بود روی صندلی چرخدار، داشت روی در یه ساختمون داشت میومد بیرون و من در برش نگه داشتم. یعنی مثلا من کلا مثلا ببینم تو داری 5 متر من فاصله داری، اگه حوصله داشته باشم در نگه میدارم برات. من مهم نیست کی هستی، دختر پسر معلول فرق واسم نداره. بعد در واسه این نگه داشتم. بعد اینکه با شخش میومد یه نگاه من چپ چپ کرد، گفت من به کمک تو احتیاجی ندارم. خب بعد این که گفت من در روش ول کردم، این هم نرسید به در ول کردم، در بسته شد. من فلان احمق به جهنم، آدم بیشور. و اونجا خیلی برام جالب بود. گفتم این کار منو به عنوان چشمی که من دارم اینو به عنوان حقارت بهش نگاه میکنم، دارم میگم او تو کمک داری نگاه میکنه، نمیتونه کانکت بکنه که من اینو آدم معمولی میبینم. تقصیر اونم نیست، هر کسی رو مثل منو دیده اینجوری بوده دیگه، انقدر بوده دیگه، منم تو اون دریا میرم دیگه. هر کی در نگه داشته واسه نفر بعدی در نگه نمیداشت. اگه پسر 18 ساله سال نمود در نگه نمیداشت، یعنی من نگه میداشتم، اینم این اطلاعاتو نداشت. برای همین میگم این ضعف نمیخوام بهش بگم، ولی میخوام تو به من بگی چیه توی که توشی. درود به همه کسایی که این ویدیو رو میبینن، صدای ما رو میشنون. مرسی سهیل جان بابت اینکه من دعوت کردی. این داستانی که گفتی قربونت، این داستانی که گفتی واقعا حقیقت داره، به خاطر اینکه خب یه سری هستن کلا احساس میکنن که عزت نفسشون میره زیر سوال اگه یه کسی بخواد بهشون کمک بکنه. ولی برای اینکه به نظر من تا تجربه 14 سال نشستن رو ویلچرمو دارم بهت میگم، اگه میخوای به کسی اینجوری کمک بکنی، به نظر من کاری که داری براش میکنی، کمکی که داری براش میکنی، با یه لبخند ترکیبش بکن و اگر حالا میبینی شرایط جوری هستش ازش بپرس که آیا به کمک من نیاز داری؟ میخوای کمکت بکنم؟ اگه اون اوکی بود که، اگر نه. میدونی این یه خیلی چیز مهمیه که آدما چجوری بدونن رفتار بکنن، رفتار درست با یه کسی که یه محدودیتی داره چیه، که اون طرف معذب نشه. الان اصلا یادت میاد، یعنی 14 مثلا دیدی، نمیدونم چجوری، الان اصلا یادت میاد 14 سال پیش که متفاوت بودی، فرق اونقدی داشت یا نه دیگه؟ الان انقدر عادت کردی به این دیگه، همه چی برای اینجوری شده. اگه میخوام هم دستشویی مثلا باید تو یک طبقه باشه دیگه، پله مثلا تو مغزم نمیاد، انقدر پله استفاده نکردم که اصلا دیگه پله رو پاک کرده مغزم. چه جوری شده الان؟ یا نه هنوز مثل روز اول میگی دهن تو سرویس، دیروزشی راه میرفتی یا چی شد؟ نه سهیل، من مشکلی که تو این زمینه ندارم، ولی خب اون اولا خیلی برام سخت بود، خیلی عجیب بود. ولی خب 14 سال خودش یه عمر دیگه واقعا آدم عادت میکنه. آدمیزادم یه جوریه که کلا عادت میکنه به شرایطی که هستش. میبینی یه کسی که مثلا بینایی داره بعد یه دفعه نابینا میشه، بعد یه مدتی عادت میکنه. یعنی هر کسی با هر شرایطی، یه دستش قطع میشه، یه پاش قطع، 2 تا پاش قطع میشه، هر شرایطی که داشته باشی عادت میکنی. ولی بعضیا نمیخوان بپذیرن. مسئله پذیرش خیلی مهمه که تو بتونی این مسئله رو بپذیری، هندلش بکنی و بعد براش راه حل پیدا بکنی. چون بالاخره این شرایط هست دیگه، تو باید دیل بکنی باش، بپذیریش.
اگه قبولش نکنی این شرایطو، فقط خودت هر روز عذابت بیشتر و بیشتر میشه. تعریف می‌کنی تصادف چطوری بود؟ چی شد؟ ببین یه ذره داستان من خیلی شاید تراژیک باشه ولی باحاله، تهش قشنگ میشه. من رفتم سربازی، اومدم 1.5 ماه بعدش تصادف کردم با موتور. تجربه و خیلی تخصصی توی روندن موتور سنگین نداشتم، بعد یک کارم پا شدم رفتم موتور سنگین خریدم. بعد توی اتوبان بودم که یه لحظه حالت لرزش توی فرمون به وجود اومد، ترمز جلو گرفتم. آره بعد دیگه نفهمیدم واقعا چه اتفاقی افتاد، ولی بعد که چشامو باز کردم دیدم سرم زیر گاردریله. بعد بغل اتوبان افتادم، مردمم دور و برم وایسادن به هم دیگه میگن چی شده، مثلا این کیه، چجوری اینجا چی کار میکنه. بعد دیگه چی دیگه شانسی یکی از فامیلای خیلی دوره، یکی از فامیلامون اسم منو میپرسه و دکترم بوده انگار. بعد دیگه میگم که پوریا، میگه خب فامیلی چیه، میگم مثلا جلالی پور. و زنگ میزنه به این فامیل و میگه شما پوریا جلالی پور، مثلا خب جلالی پور هستن، پوریا دارید تو فامیل؟ گفته آره. بعد دیگه میام بیمارستان و داستان شروع میشه. بعد دیگه تو بیمارستان بودم در سر حادثه تصادف، اون فشاری که ستون فقرات به در واقع دنده ها به ریه آورد، ریه هم خونریزی کرد. یعنی دنده ها رفت توی ریه؟ آره دیگه، فشار آورد دنده ها، ریه رو سوراخ کرد. بعد خونریزی توی ریه ایجاد شد و بعد با 2 لوله، اصطلاح پزشکیش چست تیوبه، زدن توی ریه که این خونا رو در بیارن. بعد دیگه حجم تنفسیم از اون بابت کم شد به خاطر اون دلیل. و دو تا دندونای بالام شکست، یه دونه از دندونای پایینم شکست، زبونم پاره شد، 2 بار زبونمو دوختن، آخر سرم درست نشد این زبون. یعنی چی خیلی دردناکه. ببین زبون بین 2 تا دندون گیر، 2 تا فک گیر کرد، فشار آورد، زبون پاره شد، وسط زبون پاره شد. حالا اینا می‌خواستن این زبونه رو بدوزن، چون زبون یه بافتی داره که خودشو میتونه ترمیم کنه اگر توی شرایط اوکی باشه. این زبون اینجوری گوشتش باز موند، همینجوری موند. اینا هی میدوختن، این پس میزد، ولی در صورتی که بد دوخت، یعنی اون بخیه بد انجام شده. 2 بار این کار که خیلی درد، یکی از بدترین دردایی که کشیدم این بود. زبونم هم یه ذره سهام میزنه، مثلا میدونی حالت عادی مثل قبل نه. از نظر مزه و اینا فرقی کرده که مثلا مزه رو متفاوت بفهمی؟ نه مزه رو اوکیه، مزه همه چی اوکیه، ولی بعد زبونه بین 2 تا دندون گیر کرد، 2 تا فک، بعد ور اومده بود وسط زبون، اومده بود چرخیده بودیم و بعد من غذا نمیتونستم بجوام، بخاطر اینکه این زبونه میرفت لای 2 تا دندونا. غذا رو بعد له میکردم میذاشتن ته حلقم که من فقط قورتش بدم. هیچ وقت شد یعنی مثلا اون لحظه بگی که چی میشد، یه خورده بیشتر بود من میمردم مثلا بود زنده نمیشدم، یا نه همیشه گفتی چه خوب شد نمردم؟ آره. میدونی کجا آدم به خودش میگه؟ اونجایی که دیگه خیلی داری درد میکشی. آره تو زبونه وقتی دفعه دومش میذارن یکی از اون دفعه ها بود. آره دیگه اون زمان چیزه. توی آی سی یو به مورفین زده بودن شب اول بعد از عمل، خیلی داستانش باحاله. بعد مورفین نمیدونم تا حالا بهت زدن تصادف، یعنی مثلا خدا رو شکر امیدوارم که هیچ وقت بهت نزنن، چون خیلی حسه جوریه آدم به مثلا اگه سطح مورفین خیلی بره بالا هزیون میگی، چرت و پرت میگی. من ساعت 2-3 صبح بود، خواب که نداشتی، از درد زیاد که دیگه اصلا عملا خواب نداری. این چیزا رو پرستاره رو صداش کردم، گفتم یه ذره میشه به من آب بدی؟ گفت نه آب نمیتونیم بدی تا 24 ساعت بعد عمل نباید آب بخوری، یخ میدن. بعد دیگه چی؟ آره گفتم بیا بشین اینجا، من باید حرف بزنم، من حوصله‌ام سر رفته، درد دارم، میخوام با یکی حرف بزنم. خلاصه چی دیگه تا صبح همینجوری هی میرفت بنده خدا. ولی خدای پرستارای ایران با اینکه شرط کارشون خیلی سخته، ولی به نظر نسبت به پرستارایی که حالا باید خدمات بدن، به نظر آدمای خیلی خوب و صبوری ان. کلا پرستارا فکر میکنم همه جای دنیا خیلی دمشون گرم، چون مثل این که
یه کار زیادی از دکترم پرستار انجام میده. میدونی مثلا دکتر فقط میاد میگه بهش 7 و 8 بزنید، این باید بره اونو بگیره بیاره فرمو پر کنه بزنه رگو پیدا کنه. میدونی کارشون خیلی زیاده، بعد پیشون خیلی واسه همین همه جا اینجا که کرونا شده بود خیلی جالب بود. سر یه داستانی از ونکوور هم شروع شده بود. ساعت 5 اگه اشتباه نگم یا 6 همه ماشینا شروع میکردن بوق زدن، تمام شهر. برای این بود که میخواستیم بگیم آقا پرستارا تشکر میکنیم. بعد ساعت 6 تمام شهر بوق بی 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 بی، خیلی بار بود. حالا میگم پرستارا دمشون همه جون گرم، ریسپکت. خب عجب صحنه، پشمام ریخته که چه بلایی، یعنی چی وقت چند روز میشه توی بیمارستان بعد از این. بعد ببین من تو بیمارستان بودم، توی آی سی یو که بودم و دیگه شب صبح شد با 1000 مصیبت دیگه. صبح میگفتم آقا جون مادرتون به من یه ذره آب بدید، یه چیزی بدید، من گلوم خوش شد. اصلا خیلی حس عجیب غریبیه بعد از عمل، چون هم درد داری هم تشنت هم گشنت، همه چی با هم قراقاتی، اصلا یه چیز عجیب غریبیه. این خلاصه 9 و 10 صبح شد فکر کنم دکتر اومد و ویزیت کرد و آقا یه ذره آب بریزید تا حلقه این نمیره بیفته رو دستم. دیگه خلاصه آب خوردیم و اومدم بیرون دیگه از آی سی یو. بعد من فکر کنم 3 روز تو آی سی یو بودم، بعد اومدم بیرون رفتم تو بخش دیگه. کی بهت گفت آقا پاد به فنا رفته؟ کی میدونی کی بهم گفت؟ مامانم بهم گفت قبل از عمل بهم گفتش. آره گفتش که من با دکتر صحبت کردم، گفته که آسیب نخاعی دیدی. گفتم آسیب نخاعی دیگه چیه؟ گفت یعنی که دیگه نمیتونی راه بری. بعد گفتم که چرت گفته دکتر، واسه خودش گفته، من راه میرم خوبشم راه میرم. بعد هیچی دیگه خلاصه. بعد اصلا کاری هم که میکردم قبل از تصادف، یعنی وقتی که هنوز سربازیم تقریبا تموم نشده بود دیگه، من کارم رو پیدا کردم. چون قبل از اینکه برم سربازی تو کار عینک بودیم، بعد توی شرکتی کار میکردم به عنوان مسئول فروش. بعد این شرکت قرار بودش که نمایشگاهی بذاره تو آنتالیا. بعد من با شور و شوق که دیگه سربازیم هم تموم شده، اینجا دارم یه کار خوب انجام میدم، میخوایم بریم آنتالیا اشغالم بکنیم و اینا، دیگه خیلی خوشحال بودم که 1 هفته قبل از اینکه ما بریم آنتالیا من تصادف میکنم. کل آرزوها به فنا رفت از این بابت. بعد دیگه هیچی دیگه میگفتم آره نه این قضیه حل میشه، لازم من اصلا به چیزم میرسم، به اون نمایشگاهی هم که داریم میرسم، در صورتی که ذهی خیال باطل. دیگه 20 روز تو بیمارستان بودم با درد بسیار فراوان، شبا نمیتونستم بخوابم، مثل کتلت هی بعد این ور اون ورم میکردن که البته زخم بستر شده بودم. تو این دوست دارم در مورد این موضوع حرف بزنم. اگر میبینید کسی تصادف میکنه دچار خصوصا آسیب نخاعی میشه، همراهانی که حالا کنارش هستی، دوست، فامیل، اولین کار و بهترین کاری که برای این شخص میتونید بکنید اینی که مثل کتلت هی این ور اون ورش کنید، اصلا نذارید توی یه حالت بمونه. چون ظرف 24 ساعت تا 48 ساعت قطعا این آدم زخم بستر میگیره و این زخم بستر پروسش 1 سال طول میکشه تا بخواد خوب بشه. اینو حتما مد نظر قرار بدید، چون بیمارستان‌های دولتی خصوصا بیمارا خیلی زیادن و نیروی کار خیلی کم، یعنی پرستار دکتر خیلی کمه، اینا نمیتونن برسن به بیمار. شما اگر کنار بیمارتون هستید حتما اینو مد نظر داشته باشید و اینو هی این شخص رو هی به طرفین هی تکون بدید، نذارید توی حالت بمونه که زخم بستر نشه. این خیلی مسئله مهمیه، چون همین زخم بستر، من زخم بستر شدم، همین زخم بستر باعث شد که بدنم عفونت بکنه. بعد از این که رفتم خونه، بعد از 20 روز 25 روز که اومدم توی خونه ساکن شدم، 1 هفته بعدش در سر عفونت خیلی زیاد تب و لرز خیلی شدید کردم و آمبولانس اومد دوباره منو برد بیمارستان. من دوباره 2 هفته نزدیک 20 روز توی بیمارستان بودم تا این قضیه عفونت توی بدن که مشکوک شده بودن دکترها به مننژیت و این خیلی خطرناکه، ممکنه عفونت وارد خون بشه و کار تموم بشه. و دوباره من رفتم بیمارستان و یه تو بخش عفونی توی بیمارستان رسول اکرم فکر کن تو بخش عفونی بیمارستان باید اون قسمت ایزوله باشه، شب همراه من موش دید من نمیدونم اصلا دیگه چیه، یعنی بیمارستان چیه.
دیگه خلاصه چی. بعد یه معتاده بغل دست من خوابیده بود، یعنی بغل دست من که نه، تخت کناری، چون حالت ایزوله داره. معتاده رو از تو خیابون پیداش کرده بودن، این کراک میکشید. بعد من که ندیدمش، ولی همراهام که میدیدنش مثلا میرفتن بهش سر می‌زدن، چون هیچ کسی هم نداشت، مثلا واسش آب میوه میخریدن، چیزی میبردن بهش میدادن، میگفتن مثلا تو رونش خالی شده انقدر دیگه این داستان سطحش با، چون کراک باعث میشه که بافت از بین بره دیگه. بعد می اومدن اینو جراحی میکردن پرستار و دکتر، خیلی افتضاح بود خیلی. بعد چند طول کشید تا این موج اول تموم شه که اوکی من به فنا رفتم، دردام خوابید، حالا باید یاد بگیرم که دیگه نمیتونم راه برم، او صندلیم اینجوریه، حرکتم اینجوریه. بعد تو همون خونه که بزرگ شدی میخوای بری توالت، دیگه توالت برات کار نمیکنه. ایناش چطوری بود؟ این آره چقدر خیلی گریه افتضاح. کردی؟ خیلی افتضاح. آره اون روزای اول آدم خیلی درگیره، میدونی داستان خیلی پیچیده. وای ماماتینا چی کشیدن؟ ببین اصلا پدر مادر عملا دیگه از بین میرن، له میشن. اول به نظر من اونان که از بین میرن. به خاطر همین من میگم، من هر کسی هم که سوار موتور میشه، هر کسی که کار خطرناک میکنه، میگم آقا اگر به فکر خودت نیستی، به فکر پدر مادرت باش، چون اینا بیشترین آسیبو میبینه. ببین من کلا آره اینو میخوام به بچه‌هام بگم، لطفاً بچه‌ها این حرف منو گوش بدین. من بابام هیچ وقت از من هیچی نخواسته، گفت هر غلطی میخوای بکنی بکن. هر کاری تو زندگیم کردم پشتم بود. گفتم میخوام برم این کارو بکنم، خونه آتیش بزنم، دزدی کنم، هر کاری گفتم گفت اوکی من چجوری میتونم کمکت کنم. توی تمام زندگی گفت آقا من تو فقط یه خواسته دارم، هر غلطی میخوای بکنی من بده اجازه میدم بکنی. تنها خواستم اینه که سوار موتور نشو هیچ وقت، نه خودت نه ترک کسی، سوار موتور نشو. و منم سر قولی که بهش دادم هیچ وقت سوار موتور نشدم تو تمام زندگی. و دلیلش هم همین داستانه اینجوری بوده. موتور یه چیزیه که اگر اتفاقی بیفته دیگه شنیدی دیگه، میگه موتورم شروع کرد فرمون اینطوری کردم، منم این دکمه اشتباه رو زدم. آره دقیقاً 14 سال گذشته الان هنوز داره تقاضاشو پس میده. این موتور رو بی خیال شین دادا. من نمیدونم داستانش چیه، چرا میخوای تون بری. به قول بابام برای این حرفو زد. من ماشین خریده بودم، بابا ماشین هی گاز میدادم، نشستونم بابا نه تو کوچه گاز و گوز کردم و رسیدم خونه. بعد رسیدیم خونه مثلا 1 ساعتم گازم هیچی نگفت، تمام راه رفت. رسیدیم خونه قضیه پیشی گفت من یه دقیقه میخوام یه حرفی بزنم. بابا گفتم چیه؟ گفت میتونم بپرسم چرا گاز میدی، تو میری انقدر خوشحال میشی؟ آقا حال میده دیگه. گفت من میفهمم اگه تو یه چیزا رو به هم وصل کنی، آهن و ماهن رو بیاری به هم بچرخونی و اینا، بعد یه موتور بسازی، ماشینش بکنی، بشین تو این گاز بدی، میفهمم که احساس کنی واو من اینو ساختم. ولی تو ساخت این ماشین چه غلطی کردی؟ به غیر از اینکه تو پول دادی اینو خریدی، یه سری مهندس و دانشمند و اینا توی ژاپن اومدن اینا رو به هم وصل کردن و یه سری اینا ساختن و ربات رو کشید اینجا. تو چه گویی خوردی تو ساخت این ماشین که وقتی تو میره احساس می‌کنی تو کاری کردی؟ بعد میدونی اصلا هیچ جوابی نداشتم بدم. میگفت چرا تو فقط کاری اینه که این کارو میکنی؟ تو تمام زندگی این بود که عقدت این بود که پاتو بذاری ته این من پامو میتونم فشار بدم. البته الان جای خوبی نیست چون تو میتونی من ندارم. بعد تا این موقع بود که دوستم این مثال استفاده کنم. در صورت تو فقط اینه که یه فشار میدین نه دیگه. میدونی من از اون روزم دیگه تو نرفتم واقعا. دمت گرم که حرف باباتو گوش دادی. ولی اگه کسی واقعا عشق موتور داره، هم لباسشو، هم کفششو، هم دستکششو، هم کلاهشو بخرید و تو پیست حتما رانندگی بکنید. این داستانی که من اصلا تو خوابم هم نمیدیدم که یه روزی بخوام رو ویلچر بشینم. منی که بسکتبال بازی میکردم، چون قدم مثلا 1.90 بود، 1.87 بود، میدونی هیچ وقت فکرشم نمیکردم که یه روزی رو ویلچر بشینم. به خاطر تصادف گفتم نهایتش اینه که موتور میخرم میرم مثلا دست و پام میشکنه دیگه. یه ماه تو گچه خوب میشه. ولی واقعا خطر ممکنه هر لحظه برای هر کسی باشه و بدترین اتفاق بیفته. حالا واسه من که به نظر من جزو آسیب نخاعیای نسبتا خوبم که حالا از قسمت سینه‌ای آسیب دیدم. خیلی هستن از گردن آسیب میبینن، یعنی طرف دستش هم تکون نمیده، دستش هم فکر کن نمیتونه تکون بده.
اون اولا این صحنه رو با 1 سانتی متر مثلا میس کردی دیگه. آره دیگه، ببین از اینجا به مثلا 20 سانت بالاتر باشه تمومه دیگه، از اینجاست. بعد تنفس اصلا به مشکل میخوره چون عضلات دارن این کار رو انجام میدن دیگه، اون عضله اصلا کار دیگه نمیکنه. خیلی داستان داره. اگر سوار موتور میشه، اگر عشقشو دارید حتما، من از این تریبون میخوام استفاده کنم چون میدونم که خیلی ها میبینن این ویدیو رو و ما همیشه فکر میکنیم که نه اتفاق برای همسایه است، ولی نه، ممکنه برای هر کسی تو هر لحظه‌ای بیفته. آره اینو واقعا درست میگی. من خونم آتیش گرفت، من اونجایی که خونم آتیش گرفت این درس تو رو یاد گرفتم. صبح بلند شدم یه چایی زدم، گفتم بای بای بابا، نشستم تو ماشین رفتم، پلیس زنگ زد گفت برگرد خونه آتیش گرفته. برگشتم دیدم خونه سوخته 2 ساعت. و اصلا تا امروز هم نمیدونن چرا خونه آتیش گرفت، یعنی هیچکی نمیدونه چی شد. یعنی حالا باز تو میگی داشتم میرفتم فرمونم تکون خورد، مال اینی که خوابیده بودم بلند شدم دیدم فلجه، میدونی، یعنی اصلا من هیچ چیزی نشدم روش. ما رفتیم فقط بیرون و اونجا من فهمیدم که چقدر راحت میتونه همه چی از بین بره فلان بسار و آدم تو سرش در نیاد نمیفهمه. و واقعا میگم من دیگه تو زندگیم جز آدماییم که همه میگم من دیگه مثلا دیوونم یه خورده و فلان بسار، خیلی کارهای خفن کردم، از بلندترین ساختمون کل دنیا پریدم، یعنی بلندترین بانجی جامپینگ دنیا رو پریدم، هواپیما پریدم، نمیدونم کارهای غیر عادی زیاد کردم. ولی این موتور رو هیچ وقت نمیگیرم چون روش نشستی یه حالی میده، میفهم تون داری میری و همه چیز سریع فقط تکون میخوره، ولی به راحتی میتونی به بی‌ناموس بشی. یعنی لولی که مثلا یه چوب رو هوایی که پرت کرده اینجوری بیاد بره لایه مثلا چرخت، مثلا میبینی در این لول تو ماشین اتفاق بیفته میشنوی تق، ولی تو موتور بلند میشی میبینی تو آخر زندگی باید روی صندلی باشی. یعنی واقعا اگه موتور رو میگیری کسی حالا واسه کارش و اینا، موتور رو آروم برو، اگر همیشه خط راست برو، به قول ایشون تمام وسایلش رو استفاده کن. اینجا یه دونه کاپشن اومده که وقتی میخوری زمین ایربگش باز میشه از جلو و عقب. حالا من نمیدونم چقدر درسته، ولی اگه مثلا من یه روزی موتور میخواستم سوار شم، حالا عشق بود مجبور بودم، به هر قیمتی شده بود اینو میخریدم. یعنی مثلا چقدر $2000 قیمتش میخریدمش، چون اوکی موتور $10,000 فرض کن موتور بود $12,000، ولی موتور رو باید میخرید. من اگه اصلا دولت بودم مجبور میکردم، گفتم هیچ اجازه نداره موتور بخره به غیر از اینکه این پروداکت رو بخری. حالا نمیدونم چرا نمیکنن، چرا گرونه به هر دلیلی، ولی واقعا گرون نیست، چون یا $2000 بده یا امکان داره همچین اتفاقی برای تو افتاده به سرت بیاد. خب چقدر ارزونه $2000؟ چند تا $2000 حاضری بدی تو الان این اتفاق برعکس کنی؟ میلیون تا $2000 حاضری بدی. آره دیگه، سلامتی با ارزش ترین چیزیه که هر آدمی داره، ولی مسئله اینجاست که اصولا نمیدونیم دیگه چقدر این قضیه با ارزش، فکر می‌کنیم همیشه هست و باید باشه ولی میتونه توی چشم هم زدن همه چی تموم بشه، همه سیستم عوض بشه. ببین اصلا خیلی بیماری‌ها داریم، مثلا MS داریم. اصلا چیزی در مورد فردریش آتاکسی شنیدی؟ نه. یه بیماری عصبیه که اصولا از سن 25 سالگی به بعد خودشو نشون میده، تا 25 سالگی هیچ چی نیست، همه چی نرمال. از 25 سالگی به بعد عضلات تحلیل میره و انقدر ضعیف میشه، حتی تو تکلمم ضعیف میشه، دیگه نمیتونی حتی حرف بزنی و دیگه وقتی که دیگه عضلات قلبو درگیر بکنه کار تموم. خیلی هم تو مدت زمان خیلی کم اتفاق میفته. خیلی بده، خیلی افتضاحه. یعنی میگم آدما خیلی موجودات آسیب پذیری هستن، ولی متاسفانه ما فکر می‌کنیم تا ابد قرار زنده باشیم و سالم زنده باشیم و میدونی، ولی اگه بدونی که هر لحظه ممکنه هر چیز بدی در انتظارت باشه، هم به نظر من ما آدما یه ذره با هم مهربون‌تریم، کمتر اذیت میکنیم هم دیگه رو. همینم که واسه خودمون سعی میکنیم بیشتر لذت ببریم از اون تک تک لحظه ها. ببین الان مثلا من تو بیمارستان بودم، میگم نمیتونستم بخوابم 20 روز. خواب یه چیزی که از بدترین شکنجه ها که انسان ها میتونن شکنجه بدن اینی که نمیذارن طرف بخوابه. خب من اینو تجربه کردم و الان وقتی که میخوابم خیلی بیشتر از قبل تصادف لذت میبرم از این خوابه. اگر غذا میخورم خیلی بیشتر از قبل لذت میبرم، چون یه زمانی بود من نمیتونستم غذا بخورم.
وقت باید از دست بدی تا لذتشو به دست بیاری، میدونی، متوجه بشی که چه کار بزرگه. وقتی یه کسی داره راه میره من آنالیز میکنم، میگم چند تا مثلا عضله درگیره، چند تا مفصل، چند تا استخون، این داره چجوری این پاشو از اینجا بر میداره و میذاره. ولی مثلا این کسی که داره راه میره، خب راه میره دیگه، میدونی. خیلی خفنه. من آدما رو نگاه میکنم، اکثر آدما کج راه میرن، حتی ما ساده ترین کارم نمیتونیم درست انجام بدیم. آره تو الان تو همه بهتر حواست چی داره میشه. حالا آره دیگه، پاشونو اینجوری وضعیت میذاره، اینجوری میذاره. یه موضوعی، دو تا موضوع خنده‌دار من میخوام بگم، یه خورده داستان خنده‌دارش هم بکنیم. من یه آقای هستش من خیلی دوستش دارم، کمدینه. میگه من یه پسری دیدم که همین داستانی که تو میگی از گردن به پایین فلج بود و میگه من فهمیدم که تو از گردن به پایینم که فلج باشی شومبولانست هنوز کار میکنه، چون که فقط خون میره توش و این بزرگ میشه، واسه این عضله نیست، در واقع یه رگه و به ربطی به این فلجی نداره. بعد میگه اینه که متوجه میشه، به پسره میگه میخوای برای دختر بیارم، اگر اجازه بدین داستان رو تعریف کنم که شومبولانس صفر میشه توی جوکام، من برای دختر میارم. بعد میره دختر میاره و دختره میره با پسره چیکی بوم بوم و پسره میمیره توی همون سه، قلبش چیز میشه و از میمیره از هیجان. آخرین چیز میشه. حالا نمیخواستم حتی بپرسم شومبولانس در چه وضعیه؟ ببین واسه من یا واسه همه؟ جفتش. ببین واسه من اگر بخوام خیلی واضح حرف بزنم، من ایرکشن دارم ولی خیلی کمتر از قبل و یه سری روش‌های درمانی هستش که میتونن مثلا پامپ میکنن بعد رینگ میندازن، یا یه سری مثلا اگر قرص آدم بخواد بخوره، یه سری این روش ها هستش که من مثلا استفاده کردم ولی حالت عادی هم هست، ولی خب تایم ایرکشن خیلی کمه نسبت به آدمای عادی. ولی یه سری هستن اصلا نه ایرکشن دارن نه اورگاسم دارن، اونا براشون خیلی سخت تره و اگر واقعا صفر یعنی خیلی پایین باشه سطحش یا اصلا نباشه، باید برن دکتر، یه دکترای اورولوژی اصطلاحاً، اینا یه آمپولایی هستش تزریق میکنن و هر موقع که آدم بخواد رابطه داشته باشه این آمپول رو تزریق میکنه و به مدت مثلا نیم ساعت یک ساعت اینا حالا چیز داره، ایرکشن داره و خب بعد یه پروتز هم هستش اگر بخواید. اولین باری که بعد از اینکه این اتفاق افتاد به یه دختر رفتی طرفش رو تعریف میکنی؟ چون همه چی عوض شده بود دیگه. بذار قبلترش رو بگم، بذار قبلترش باحال‌تره. من وقتی که تصادف کردم با یه دختر دوست بودم تقریبا 3 ماه اینا 2 ماه اینا قبلش دوست بودم باهاش و یه ریلیشن خیلی خوب مثلا لاو و اینا، بعد خیلی هم خوب بودیم با هم، واقعا دوستی خیلی خوبی بود، ولی خب سنمون هم خیلی کم بود. من 21 سالم بود، اونم فکر کنم 18 19 سالش بود، خیلی سنمون کم بود، اصلا تجربه هم که نداشتیم به اون صورت. بعد هیچی دیگه، این بنده خدا دید شرایط اینجوریه دیگه رفت. بعد فکر کنم 1 ماه اینا دید، ولی خب وقتی که تو بیمارستان بودم انصافا همه جوره، هم خودش هم مامانش واقعا ساپورت کردن، واقعا همه جوره. تو انتظار داشتی بمونه یا میگفتی من میفهمم که تو الان میذاری میره؟ ببین اون موقع من خب نیاز داشتم، میدونی، اون موقع دیگه زندگیم ترکیده بود، نیاز داشتم به یه عشق، میدونی، اون خیلی میتونست برای دوباره بلند شدن من به من کمک بکنه. تا اون موقع تا 1 ماه 2 ماه اینا هم بود و بعد یواش یواش دیگه ارتباطشو کم کرد و دیگه ارتباط تموم شد. ولی ارتباط دوستانمون رو همیشه داشتیم با هم، چون به نظر من یکی از بهترین دختره بود که میشناختمش و میشناسمش. ولی خب دیگه رفت، بهش هم حق میدم چون سنی نداشت، یعنی شاید اگه منم جای اون بودم میرفتم. منم دوست دارم بگم نمیرفتم ولی منم آگاهی نداشت، فکر می‌کرد که مثلا من تا آخر عمر دیگه میخوام بیفتم رو تخت، این باید پرستاری بکنه از من. خب زندگیش عملا شاید اونجوری که دلش میخواد پیش نره دیگه، ولی خب اینجوری نشد و من استقلال فردیمو تونستم به دست بیارم. الان تنها زندگی میکنم، آشپزی میکنم، همه کارامو با خودم.
خب بعدش این رفت دختر اولی که از من واسم تعریف کنه. دختر اول خب ببین من بعد از اینکه این رفت اصلا تا یه مدتی که تو در و دیوار بودم، یه چند ماهی تو در و دیوار بودم. بعد گفتم حالا چیکار کنیم چیکار نکنیم. بعد ببین این موقع که این یه اتفاق خیلی بزرگ خیلی سخت تو زندگیت میفته، آخرین چیزی که فکر میکنی اینی که مثلا داشتن رابطه جنسیه، چون اصلا انقدر ذهن درگیر دردت و مشکلاتت میشه دیگه اصلا به این چیزا فکر نمیکنی. من بیشتر اون موقع دنبال کسی بودم که از این حالت در بیام، از این حالت تنهایی، و خیلی تلاش کردم که یه ارتباطی بگیرم و گذشت مثلا با چه میدونم 20 نفر 30 نفر چت میکردم یا میرفتم بیرون میومدم خونه‌مون هر چیزی، ولی کار نشد دیگه. یعنی منم از این آدمام که با هر کسی خیلی جفت و جور نمیشم و خیلی اوکی نمیشم، یعنی انرژیش خیلی برام مهمه که باش اوکی شم. بعد دیگه چه دیگه توی از این اپ‌های دوستیابی یکی رو پیدا کردم خیلی خوب بود دیگه. چند سال با هم بودیم و که دیگه بعد دیگه من وقتی که اومدم متاسفانه سری اتفاقا افتاد، از هم جدا شدیم. بعد دوباره لانگ دیستنس ادامه دادیم. اون مشکل فیزیکی داشت یا نه؟ نه اون سالم بود. دوست دخترای من همشون چیز بودن، همشون بعد از تصادفم آره با همه کسایی که آشنا شدم مثل خودم من رو ویلچر نبودم. خیلی سخته به نظر من 2 نفر رو ویلچرن، ولی اگه 2 نفر واقعا مستقل باشن اوکیه، ولی اگر خیلی مستقل نباشن به نظر من خیلی سخته. رانندگی هم میکنی یا از این چرخداری که خودش میره؟ من آره من تو ایران ماشین داشتم، رانندگی میکردم. اول یکی از به نظرم مهمترین کارهایی که کردم تو زندگیم بعد از تصادف که پیشنهاد میکنم اگر کسی این ویدیو رو میبینه تازه آسیب نخایی شده یا یه اتفاق اینجوری شبیه به این افتاده، پیشنهاد میکنم اگر شرایطو دارید حتما گواهینامه رو درست بکنید و ماشینتون رو مناسب سازی بکنید که بتونید از ماشین استفاده بکنید برای بیرون رفتن، چون سطح شهر خیلی مناسب سازی نیست و برای که هر جا بخوای بری قطعا به ماشین نیاز داری. آره این خیلی موضوع بدیه. این که تو ایران من اینو بگم باور نمیشه، هر دفعه که من میام ایران توی روز اول یا دوم پام پیچ میخوره، چون اینجا تو عادت نمیکنی جلوتو نگاه کنی، تو همیشه داری جلو رو نگاه میکنی، داری قدم میزنی و منظر نگاه میکنی. تو ایران که میام یهو میرم توی چاله، بعد یهو میرم یه دونه سنگی که برمیگرده، یهو میرم توی سوراخ، یهو میرم توی جو. یعنی اصلا یارو گفته شهدا گفته دود معلول وجود نداره. همه میتونن بدون. این منطق ایرانه وقتی ساختنش. ببین میدونستی همه آدما یه روزی، حالا اگه بخوایم بگیم معلول، یا یه روزی به کم توانی یا ناتوانی میرسن. اگه 90 سالت بشه قطعا دیگه با واکر باید بری یا با ویلچر، دیگه نمیتونی سیخ سیخ راه بری یا 100 سالت بشه. پدر من گوش بده، دیروز تولدت بود، تولدت مبارک، 86 سالت شد. تو پارکینگی که کجه نردبون میذاره میره بالا که یخ توی گاته رو بشکونه. میگم پدر من میتونی تو بیفتی میمیری؟ یعنی آقا چرا نمیفهمی این کارو نکن جون مادرت، چرا اینجوری میکنی؟ و کاملا حرف شما درسته. به غیر از بابای بنده هر کسی تو اون سن من دیدم آره یا باید چیز بره یا بابای شما استثناء دمش گرم خدایی. آره ولی میدونی آخه پیرزنا وقتی که میافتن چون سنشون رفته بالا اینا پوکی استخوان هم احتمالاً دارن، بعد دیگه جوش نمیخوره که داستان داره. به خاطر اصلا یه آمار خوندم میگفت اگر یه استخونت میگفت آدمایی که بالای 65 سالن اگر یه استخونشون بشکنه 75% بین 1 تا 5 سال آینده میمیرن. یعنی میگفت اون باعث مرگشون میشه اصلا بدون اینکه اصلا تصویر زنشون. خیلی هم جالب بود. میگفت یعنی من اینو که خوندم دیگه زنگ به بابام گفتم جون مادر دیگه از نردبون نره بالا، آقا تموم شد دوران نردبون قبول کن، چرا نمیگیری؟ من بابام میخواست خودشو فکر کنم بی‌ناموس کنه دیگه. این داستانی که میگم همه فکر میکنن اتفاق برای همسایه است، دقیقاً همه به این فکر میکنن، میگن نه واسه ما اتفاق نمیتونه چیزی نمیشه، ولی
هر لحظه ممکنه هر اتفاقی بیفته و بعدش هم بیفته، میدونی؟ مثلا ممکن بود منم الان مثلا تصادف می‌کردم میافتادم یه جای دست و پام میشکست، میدونی؟ ولی من مثلا یه جورایی بد تصادف کردم، یعنی اتفاق بد افتاد، یعنی اون آسیبی که حالا چه می‌دونم شاید بگم بدشانسی بد افتاد، شاید واسه یه کسی بدتر از من اتفاق بیفته. حالا دیگه داستان‌های مختلف، سناریوهای مختلف داریم. آره تو ایران هم که در مورد مناسب سازی خیلی مشکله، واقعا سخته. یعنی اگر کسی مسئولیتی داره تو ایران، تو شهرداری اینو میبینه، آقا تو رو خدا جون مادرت این جاها رو، معابری که باید مناسب سازی بشه واسه ویلچر رو، اینو درستش بکن. شما فکر کن خواهر برادر خودت رو ویلچره، واقعا نیاز داریم. یعنی همین که میگی اینجا یه قانون پس شده مثلا 1985، خب مثلا وقتی من اومدم مثلا 10-15 سال قبل، همون تازه بود، که آقا اگه شما مغازه داری باید یه نفر با ویلچر بتونه بیاد این تو، و نمیشه تو مثلا یه دونه سطح بذاری بگی خب بیا دیگه، نه باید مثلا حتما ارزش باشه 1 متر، چون مثلا 10 سانتی متر دره باید حتما دکمه داشته باشه به اونوری باز شه، که یارو نباید بیا جلو دکمه رو بزنه بعد بره عقب در کنه، یه سری قانونا داره. بعد یه یارو بود وکیل بود رو ویلچر، بعد تو کل شهر ما معروف بود، کاری که میکرد میرفت بیرون تو هر مغازه‌ای که نمیتونست بره مغازه رو سو میکرد، میگو ببین تو اگه الان اینو بخوای درست کنی باید $20,000 خرج کنی و دولت هم میاد تو رو جریمه میکنه مثلا $20,000، تو بیا $10,000 بده به من این سو رو فایل نمیکنم، اینجا رو درست کن 10 تا بده به من. میرفت یه ساختمون رو درست میکرد، $10,000 پول میگرفت. بعد میگفتن مردم وقتی این داره میاد همه مغازه ها رو میبستن و فرار میکردن، چون میومد تو مغازه سو شده بودی. این خیلی چیز باحالی بود. یعنی مثلا اومده یه آدمی بود تو پوزیشن تو که میگه آقا دولت همین قانون گذاشته، چون دولت میاد میسازه پیاده رو همه چی عالی، تا در مغازه رو دولت میسازه دیگه، بعد مغازه دیگه اصلا یارو بیلدره، دولت نمیتونه کاری جوش بکنه. قانون گذاشته که آقا کسی که رو ویلچره باید بیاد. حالا این جالب بود. یه چیزی که من خیلی دوست دارم، اینجا ما پس هندیکپ داریم که میذاری میتونی پارک کنی در نزدیکای حرفا. همه دنیا دیدی یه عکس آدم روی ویلچر. توی کانادا عکس بذار ببینم مثلا بعد پیدا کنم بهت نشون بدم، این هندیکپیه که همه دنیا میذاره، درسته؟ آره مال کانادا اینه. داره میزنه میره جلو. این مسابقات المپیک هستش سرعت میرن، عکس اونه. یعنی به جای اینکه افتاده داره یه ورزشگاه. بعد من اینو خیلی حال کردم چون پوینت خیلی کوچولوییه، یعنی داشت نقاشی میکشید گفت آقا چرا داریم معلول رو تو بدترین معلول نشون میدیم، بیا اونو نشون بده که رفته المپیک طلا میگیره که بازوهاش انقدر با دستش میدوه دنبالت کتکت هم میزنه با پاهاش اینجوری میکوبه تو سر صورتت، چرا اینو نمیذاری؟ آره اینا نکته‌های ریزا. ببین چقدر تاثیر داره توی اذهان جامعه، خیلی مهم. خیلی من خیلی دوست داشتم، مثلا من هم دوستم اگه کسی مسئوله این به راحتی مثلا تمام دنیا باید عوض شه. اینی که هنوز اون ساین قبلی وجود داره از اون چیزی که اصلا معنی نداره. یعنی اولین بار تو ونکوور دیدم، هیچ جای دنیا هم دیگه ندیدم. اولین باری که این اینجا اختراع شد باید وقت 1 سال تمام دنیا اینو سوئیچ می‌کردن. آقا از این به بعد ما ساین معلول درست می‌کنیم، این یارویی که داره میدوه برای چی سرعتی داره میره، برای چی این یارو نشسته رو گذاشتیم، هیچ کسی هم چیز نمیشه این ساینه چیه، چرا یارو داره تون میره، پس به کمک من نه، همه متوجه داستان چیه و میگم برو بریم. آره آقا این پارکینگ معلولینم اینا خیلی مسئله مهمیه واقعا. کسایی که رو ویلچرن دارن اذیت میشن و خیلی عذاب زیادی. خودم هم خیلی تجربهش کردم. آقا تابلو میبینی که برای پارک مخصوص افراد دارای معلولیته پارک نکن، یعنی دوبله پارک نکن. اگه میبینی مثلا طرف پلاک ویلچر مثلا زیرش پارک کرده بغلش پارک نکن. اگر چیز میکنین اذیت میشن. فکر کن خودت رو ویلچری میخوای اونجا پارک کنی یا پارک کردی بعد تو رفتی دوبله پارک کردی رفتی، اون بنده خدا چجوری باید سوار ماشینش بشه بره؟ این خیلی مسئله مهمیه. اذیت میشن بچه‌ای که رو ویلچرن، واقعا عذاب زیادیه. تو دستت به هیچ جا بند نیست دیگه. به کی باید بری بگی؟ به چی بری؟ پلیس هم که اصلا من خیلی وقتا شده پلیس مثلا بوده به آقا چیه داستانی شده وایسا بیاد دیگه جریمه نمی آقا به ما چه ربطی داره چی ما مسئولش نیستیم. اینجا تو هلند یعنی کسی
همچین جایی پارک بکنه، اون کارت یه کارتی داریم میذاریم رو داشبورد، کسایی که هندیکپ دارن توی جای مخصوص هم پارک میکنن. 1 2 3 اگه اون کارت نباشه سری میزنن با جره ثقیل میبرن. حالا بود دنبال ماشینه، یه همچین جریمه یه فاکتور کت کلفتم واسط میفرستن تا 7 نسل بعد یادشون بمونه که دیگه جلو همچین جایی پارک نکنه. حالا پوریا یکی از سهیل بازیای خودم واسه تعریف کنم. من از روزی که اومدم کانادا دیدم این معلولا بهترین جا پارک میکنن، عشق و حال. گفتم حسودی کردم. گفتم خب منم میخوام. خلاصه من توی خونه که اولین خونه که گرفتیم و دوم خونه که گرفتیم، کسی که بغل من پارک میکرد هندیکپ داشت، یه پیرمرد بود، هندیکپ داشت، سالم هم بود، اصلا منیجر ساختمون بود، یعنی یارو میرفت مثلا خونه ها درست میکرد ولی هندیکپ هم داشت. بعد من هر روز در ماشین رو کشیدم تا بالاخره بعد از 1.5 سال یه روز درشو باز گذاشته بود. این پسر رو دزدیدم، در رو بستم که یارو هم نفهمه ما پسشو که چون درش قفل بود دیگه. از اون روز سال 2002 تا الان من دیگه هندیکپ ساین داشتم و همیشه هندیکپ پارک میکنم، مگر اینکه یه دونه یا 2 تا جا باشه. اگر یه دونه 2 تا جا باشه پارک نمیکنم، چون میگم تو اون 1 ساعتی که یا نیم ساعتی که من میرم بخوام بیان. ولی اگه 3 تا 4 تا 5 تا باشه، همش هم خالی باشه، میرم تو دورترین هندیکپ پارک میکنم، میدم کارامو میکنم میام. 2 بارم پلیس اومده طرفم ولی تونستم بپیچونمش فرار کنم. رجیستر نمیشه این کارت با پلا؟ ببین منطقش اینه که اینا فکر نمیکنن هیچ بی پدر مادری انقدر حرومزاده باشه که این کارو بکنه که چک نمیکنن. یعنی منم رو اون رفتم جلو، چون اگه چک کنه مثلا 2017 اکسپایر شده. میدونی چی میگم؟ اصلا لازم نیست شما رو چک کنه. این 2017 اکسپایر شده، الان 2024 یعنی بگیریمش حرومزاده رو. بعد کارت رو میرم مثلا میگم یه جا میرم، بعد مثلا بیچ میری، بعد چون که دیگه پر شده پلیس میبندتش، بعد کارت رو اینجوری میرم جلوی پلیس، کارت رو میکشم اینجوری، کارت رو از ماشین میبرم بیرون، میگم هندیکپ اوپن دی گیت، بعد یارو میگه در باز کنی یعنی فقط کافیه یه بار یه چیز این کارت رو بخونه، همه چیش اشتباهه. میدونی چی میگم؟ اسمی که روشه، نمیدونم رجیستریشنش، تاریخ. ولی وقتی اینجا عکس داره، اینجا عکس داره رو کارت، عکس خودته، بعد داد بذاری اینجا مشخصه. همینم اینجا باید این کارو بکنم. آقا این داستان پلاک دیدی تو ایران کسایی که معلولیت دارن لوگو ویلچر میزنن روی پلاکشون. به نظرت احمقانه نیست این کار؟ چرا؟ چون تو احساس چیز میکنی دیگه، یعنی چه احساسی میکنی؟ احساس خوبی. تو امنیت نداری؟ تو چه احساسی داری؟ هر کسی میدونه. تو میدونستی امنیت نداری؟ یه کسی بیاد خفتت کنه میدونه که تو ویلچری هیچ کاری هم نمیتونی بکنی. چون این کارت رو تو هر وقت لازم داری میذاری بعد ور میداری، وقتی ور میداری دیگه وجود نداره، کسی دیگه نمیدونه. آقا ببین پلاک اینجام کسی پلاک ویلچری نداره. شما میری تو پارکینگ، اون بجتو میذاری روی داشبورد، میری پارک میکنی میری میای. ولی وقتی که تو خیابون، توی جاده، یه جایی که حالا یه ذره دور افتاده تر باشه، به نظر من، چون این قضیه برای یه بنده خدایی فکر کن، حالا داستانش خیلی تلخه، یه بنده خدایی توی نمیدونم کجا اسنپ کار میکرده و آسیب نخایی بوده، مثل من رو ویلچر میشسته، یه کسی رو سوار میکنه، نگو یارو خفگیر بوده، وقتی که میفهمه این بنده خدا پاهاش حرکت نمیکنه خفتش میکنن، چاقو رو میذارن میندازنش، فکر کن از ماشین بیرون، بعد وقتی پاهاش حرکت نمیکنه پرتش میکنن از ماشین بیرون، داد بیزده میگه بابا مثلا ویلچر منو حداقل تو صندوق بهم بدی، ویلچرش هم حتی بهش نمیدن، گازشو میگیرن میرن. یعنی ببین چه آدمایی پیدا میشن، خیلی ترسناکه، خیلی خیلی مثلا مو به تنم. اگر اینجا تو کانادا پلاک ماشین ما روش عکس معلولیت بود قابل هضم بود، ولی کشوری که این اتفاق میفته اون دیگه نباید داشته باشه. حالا الان ما کارت رو داریم، اونجا اونو داره، یعنی میدونید 2 برابر. اینو درست میگی، اینو خب من میگم نباید باشه. اینا یه کسی مثل تو باید بهشون بگه دیگه، یعنی کسی که اینو نمیدونه واقعا نمیفهمه، یارو فکر میکنه میگه نه داریم میگیم آقا دیگه. آره نه دمت گرم. حالا من بیا راجبه
خوبیاش صحبت کنیم، چون هر چیزی لیوان پر لیوان خالی داریم دیگه. همیشه همه لیوان خالی رو نگاه می‌کنم. من مطمئنم چیزای خوبی هم حتما هست که از این تو گرفتی. شاید مثلا نمیدونم و من مثلا میشینم روز پام خواب میره، تو الان اینو یهو دیگه پات خواب نمیده، میشین رو پات اصلا پشت هم نیست. یه قسمت فامیلی گای نمیدونم دیدی، توی قایقن گم شدن، بعد همه دارن لاغر میشن و اینا، پیتر که کاراکتر اصلی داره چاق میشه، بعد بهش میگن روز 20 میگن تو چجوری داری چاق میشی؟ بعد پتو رو ور میدارن میبینن دارن پای جو رو که پاش فلجه رو داره میخوره. بعد میگه چرا داری پای منو میخوری؟ میگه تو که استفاده نمیکردی. خیلی دارکیه اصلا، واقعا خیلی فامیلی گای مریضه. حالا من خودم یه بار پام مشکل داشت، بعد راه نمیتونستم برم، اگه 10 دقیقه بیشتر راه میرفتم عرق سوز میشدم، به فنا میرفتم، خاطر همین باید راه نمیرفتم. بعد یکی از دوستام پاش مشکل داشت، پاش شکسته بود، با هم رفتیم لاس وگاس، از هتل یه دونه از این چرخ‌ها اجاره کرد که میشینی روش، یعنی صندلی که باتری داره و میری دیگه. بعد ما خیلی حال کردیم چون هتل‌ها همه بزرگه، از این هتل تا ما مثلا یه راه راهه، با این خب خیلی حال میده، همه جا میرفتیم و این حرفا. دفعه بعد که رفتیم لاس وگاس من اصلا یه روز اول رفتم از اجاره کردم، گفتم آقا این تاکسی بهتره. بعد دیگه هر جا می‌خواستم برم با این میرفتم تو پیاده رو، همه میرفتن کنار، هر جا میرفتم درو برام باز می‌کردن. بعد نه پول تاکسی دادم نه تو صف وای میستادم، بعد تو خود صندلی هم میرفتم تو رستوران، بعد این چرخش اینجوری میچرخوندم اینوری میشستم سر میز غذا میخوردم، همین میچرخوندم دوباره میرفتم. یعنی آدما واقعا نمی‌دونن که اگه مثلا من پام کار میکنه یا نه. و تا دم تختم با این میرفتم، بعد تختم اینجوری میافتم رو تختم. یعنی من خیلی حال کردم با این حالی که مردم بهم میدادن، دری که واسم باز میکردن، صفی که وای نمیستادم. حالا من میگم 2 روز اکسپریانس کردم با حالت احمقانه. تویی که الان توشی به طور جدی سودی هم میبینی توی این یا نه فقط آشغاله؟ سود که خب آره، ببین مثلا من تو ایران بودم واقعا خیلی جاها مردم خیلی عشق میدادن، اینکه مثلا وقتی میبینن مثلا تو رو ویلچری مثلا راهو باز بکنن، یا مثلا صفی باشه، داستانی باشه، نیاز به کمک داشته باشه، که واقعا همه جوره چیز میکردن. ولی خب آدمای بی فرهنگ هم بودن، مثلا چه میدونم میخواستیم از خیابون رد شیم، یارو میخواست با ماشین بود، به جای اینکه مثلا وایسه برای من البته گازشو بیشتر میگرفت که سرعتش بره بالاتر منو رد کنه. اینجور داستان هستش. ولی اینجا واسه پروازم خیلی باحاله. پروازم ما یه جورایی از وی آی پی میریم سری دیگه بدون صف و اینجور داستانا، خیلی حال میده. ولی اینجا توی هلند کسایی که حالا رو ویلچر هستن یا یه جورایی محدودیت جسمی حرکتی دارن، خب امتیازهای خیلی زیادی دارن واسه چه میدونم امکاناتی که بهشون میدن. واسه خیلی جاها دیگه نیاز نیست صف وایسی. مثلا یادمه یه بار اینجا رفتیم شهربازی، خیلی صفش طولانی بود واسه هر وسیله‌ای که می‌خواستی بازی کنی. من و داداشم و دوست دخترش بودیم، رفتیم، من میرفتم جلو، اونا هم پشت سر من میومدن تو، گفتم من هندیکپ دارم، بدون صف میذاشتن. مثلا اینجا مثلا جای باحال بود که مثلا حس خوبی داشتیم، یعنی از این حسن استفاده کردیم از این شرایط. توی ایران هم مثلا بعضی جاها بود که مثلا میتونستی بری رایگان بری. مثلا یادمه که اون موقع که من ایران بودم سینما آزادی، کسی که اگر رو ویلچر نشسته بود به همراه یه نفر دیگه، یعنی 2 نفری میرفتید رایگان سینما، فیلم میدیدید میاد. منم با دوست دخترم انقدر اونجا میرفتیم فیلم میدیدیم رایگان، خیلی حال میده. خوبه. بعد میگم بعدم آدم یعنی دوست دارم بشنوم یه چیزای خوبیه، چون همیشه آدم وقتی میبینه فقط فکر میکنه که طرف داره زرج میکشه، ولی من فکر میکنم با مغز کوچیک خودم اینه که آدم بعد از به هر چیزی عادت میکنه، همونجوری که تو گفتی. خب بس تو به این عادت میکنی، حالا که عادت کردی یه زندگی روی این داره میچرخه. حالا مثلا ماشین تو اینجوری سوار میشدی الان اینجوری سوار میشدی، خونه تو باید اینجوری بود الان باید اینجوری، دستشویت اینجوری، سه چیزا فیگر اوت میکنی دیگه. زندگی شاید 90% برمیگرده به همون روتینی که داشتی. حالا مثلا میگم بسکتبال دیگه نمیتونی بازی کنی، ولی میتونی هنوز بری با بسکتبال استایل
روی ویلچر رو بازی کنی. یعنی تا هنوز میشه دیدی که یارو با پاش مثلا یه نقاشی میکشه دستش از دست داده. آره واسه همین آره. من فکر کنم آدم فیگر اوت میکنه، بعد دیگه با یه سری از چیزاش هم استفاده میکنه. مثلا همین مثلا تو پروازت همیشه واسه وی آی پیه، تو میدونی یارو میاد دم میبرد همه جا میبرن چرخ، بعد تو هواپیما که میبرن چه صندلی میذارن؟ صندلی خاصی داره یا مثلا همیشه دم پنجره باشه، آیل باشه، نری هر چی بوده؟ آره همیشه اصولا سمت پنجره میذارن که اگر حادثه ای اتفاق بیفته تو دست و پا نباشی، تو دیگه راحت. واقعا خیلی خوبه. سر داستان پرواز ما خاطره زیاد داریم، حالا بریم توش که بریم تو تیم ملی و داستانای اینا. برو بس پرواز همینو برو کرکر خنده. داستان تیم ملی تعریف کن. اصلا بچه تا الان نمی‌دونن که تو تیم ملی هم بودی.